صفات اصلی. در دوره فصیح خوانی از صفات اصلی صفت استعلا و استفال مطرح شد و در این دوره به 3 صفت دیگر میپردازیم. 1 شده، 2 رخاوه، 3 بین الشدة و الرخاوه. 1 شده در لغت به معنای سختی و قوت است و در اصطلاح تجویدی عبارت است از قطع صوت در مخرج حرف. حروف دارای صفت شده عبارتند از عجبت طبقک. توجه: برای روشن‌تر شدن چگونگی رعایت صفت شده در این حروف کافی است آنها را در حالت تشدید بخوانید، مانند سجین اتبعوا سنشد والطور يشقق صبار فکر. همانطور که ملاحظه کردید به هنگام تلفظ حروف شده صوت لحظه‌ای قطع می شود و هوا حبس می گردد و فقط در صورت رها شدن مخرج و گشوده شدن راه هوا صدای حروف مذکور شنیده می شود. 2 رخاوه در لغت به معنای سستی است و در اصطلاح تجویدی عبارت است از جریان یافتن صوت در مخرج حرف. این صفت ضد صفت شده بوده و در هنگام اداء حروف مربوطه صوت در مخرجشان قطع نمی شود بلکه صدا جریان می یابد. به جز 8 حرفی که دارای صفت شده هستند و حروفی که در ردیف بین الشدة و الرخاوه قرار می گیرند، مابقی حروف زبان عربی دارای صفت رخاوه می باشند. این حروف عبارتند از ثا، ها، خا، ذال، زا، سین، شین، صاد، واد، وا، غین، فا، واو، ها، یا، مانند تحمل اثقال. تمرین: برای وضوح بیشتر حالت رخاوه حروف مربوطه را در حالت سکون یا تشدید بخوانید. اثقالا بثائها احبار سحار اخدان سخر تذكرة تلذ أزواج بالزبر بالأسحار السدس أشتاتا بالشفق أصحاب مصدقين أضعافا الضالون أغفر
كالظلل أغلالا أفنان أف أوبار سولا أيقاظا بینات. 3. بین الشدة و الرخاوه. حال که با صفات شده و رخاوه آشنا شدید، درک صفت توسط یا بینابینی آسان می نماید و آن اینکه حروفی که دارای این صفت هستند در هنگام تلفظ صوت در مخرج آنها نه کاملا قطع می شود و نه به راحتی و کامل جریان می یابد. حروف مربوطه عبارتند از لن عمر. تذکر: از میان این 5 حرف، حرفی که به صورت کاربردی در بین اهل قرائت بسیار مطرح نظر بوده و روی آن تأکید زیادی وجود دارد، حرف عین است، به این علت که 4 حرف دیگر در هنگام سکون و تشدید عملاً به صورت طبیعی و بدون تکلف و با حالتی نزدیک به صفت رخاوه ادا می شوند. مثالهای زیر را به دقت شنیده و تکرار نمایید. أرحام يحرمون أعمال يصعد ألفافا الذين أمشاج دمرنا أنهار النهار. تمرین: آیات زیر را با توجه به آموخته‌های گذشته و به ویژه صفت شده، رخاوه و بین الشدة و الرخاوه به دقت گوش کنید و تکرار نمایید. يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون
تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق والصلوات من قلب حجب الغيب جئت مؤيدا بالمعجزات وبين الآيات أشرقت فاهتز الوجود سماحة وجمعت شمل الأهل بعد شتات صلى